خطا بود؟ خطا بود ولی اخطاری نداشت. خب بازیکن سفید زر بزرگنمایی میکنه. اینجا هم یه خطا بود. یه اخطارم باید میداد. اخطار برمی‌داد. اینجا حتما به بازیکن شماره 4 استقلال باید فکر میکنم 4 بله باید اخطار میداد. کارت زرد. بله. شما این بازی رو دیدین آقای رفعتی؟ بله این بازی رو من دیدم. اینجا کاملا داور درست تصمیم گرفت و یه شبیه سازی بود. پس تا اینجای کار تمام تصمیماتی که گرفتن درست بود. بله. البته این نیمه دومه. نیمه اولش نشون نداد. بازیکن دقیقاً شبیه سازی میکنه. قبل از اینکه اصلا برسه اون بازیکن شروع میکنه به خودشو پرت کردن به زمین که داور پنالتی بگیره و آفساید کاملا صحیحه. بازیکن شماره 9 تو آفساید بود و پاس به بیرون میده که آفساید صحیح بود. کمک داور اول درست کرد. بله. یه متر شاد میگم جلوه. یکی از اون بازی حساس بود که داور تحت تاثیر خودش قرار داد. ببینید اینجا کاملا دیگه مشخص. البته یه ذره این صحنه سخت داوریه. بازیکن سفید کاملا پیرن بازیکن آبی رو میکشه و یه پنالتی زمینی که باید اعلام میکرد داور و اخطار هم بهش میداد. ولی خب صحنه سختی بود. این همون صحنه‌ای که آقای ویسی هم فرمودن استقلال میتونه صاحب پنالتی بشه. بله این کاملا پنالتی. اینجا بازیکن شماره آقای شهباززاده بود باشن بازیکن استقلال اون بازیکن پاشو میاره ولی ایشون پاشو لغت میگن. خودش پاشو میزنه به بازیکن فولاد استقلال خوزستان و میخواست پنالتی بگیره که داور به درستی تصمیم گرفت.